من در برنامه‌ای که آقای مهندس چیتیان عزیز تشریف داشتن خدمتتون با آمار و ارقام اشاره کردم. متأسفانه وضعیت پژوهشی کاربردی دانشگاه‌های ما علیرغم استعدادهای بسیار عالی، اساتید بزرگوار و بسیار عالی که در دانشگاه ما دارن فعالیت میکنن و دلسوز هستن، وضعیت خوبی نیست. یعنی تطابقی ندارد با نیازهای کشور. من خدمتتون عرض کنم که تو برنامه قبلی هم اشاره کردم، ما از نظر چاپ مقالات ISI در زمینه آب رتبه 14 دنیا رو داریم، در حالی که هلند که قطب مدیریت آب دنیا شناخته شده رتبه 12 داره از نظر چاپ مقالات ISI. یعنی خیلی با ما فرق نمیکنه. خیلی با ما فرق نمیکنه. چرا؟ چون اینجا مسائلی رو ما کار میکنیم که هدفمون بعضا چاپ مقاله ISI. من خیلی رک میگم، من خودم دانشگاهی ام، به جایی که انتقاد بکنم و نوک حمله رو ببرم فقط صرف مسئولین، نه، اول خودم رو مقصر میدونم. یعنی من از جامعه دانشگاهی من تقاضا دارم که به جایی که فقط توپو بندازیم تو زمین بقیه، مثل اون بعضی از مسئولین که توپو میندازن زمین تحریما، ما هم توپو نندازیم زمین مسئولین فقط و مردم. دقیقاً ماها چه کار کردیم تو زمینه حکمرانی، تو زمینه دیپلماسی آب، تو زمینه سیاست گذاری؟ ما اصلا رشته دانشگاهی نداریم. رشته‌هایی که بعضاً 30 تا 40 ساله در دنیا داره روش کار میشه، ما هنوز رشته‌شو تو کشور نداریم. علیرغم این همه میل شدیدی که وجود داره و استعدادهای عظیمی وجود داره تو کشور، تو زمینه آب دارن کار میکنن. تو دانشگاه‌ها مثلا تو دانشگاه هلند یکی از مسائل بحرانی کشور که اینقدر برامون مسئله مهمی شده، ولی تو حوزه دانشگاهی رشته‌هاش رو نداریم. چون من خیلی رک میگم، متاسفانه تمرکز اصلی به غلط اونم به خاطر سیاست‌گذاری غلط وزارت علوم در مورد ارتقای اساتید، ارتقای دانشجو و اجازه برای دفاع که منوط کردن به چاپ مقالات ISI، اساتید رو داریم مجبور میکنیم. ما دانشجوی دکترامون رو مجبور میکنیم، دانشجوی فوق لیسانس رو مجبور میکنیم به این سمت باید حرکت کنن، به جایی که دغدغه حل مشکلات کشور داشته باشن. نمیگم اصلا نیست، اساتید بسیار بزرگوار و عزیزی هستن که تمام زندگی و هم و غم علمیشون الان واقعا وقف کشور بر حل مشکلات. صحبت میکردیم، واقعا خیلی اساتید خوبی هم داریم. ان شاءالله تو برنامه‌های آتی، مثلا برنامه سوم هم یکی از همین اساتید بسیار خوب که خیلی هم کم شنیده شده صحبتاش رو ان شاءالله دعوت خواهیم کرد. اما بحث می‌کنم همون نگاه سازیه توی رشته ها هم تاثیر گذاشته. دقیقاً ما الان نگاه سازی، ما رشته دانشگاه تو آب مهندسی آبه، یعنی ما مدیریت آب نیستیم. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم که چرا. نگاه کنید توی نفت ما یه رشته سیاست‌گذاری نفت و انرژی داریم، یه مهندسی نفت داریم. فارغ التحصیل مهندسی نفت ما چی یاد میگیره؟ روش‌های استخراج نفت، مهندسی آب و این. آیا کسی که مهندسی نفت خونده و میتونه مدل کنه خوبی چاه نفت و با نرم افزارهای قوی، میتونه سیاست‌گذار خوبی تو انرژی باشه؟ میتونه تو خرید فروش نفت و قیمت گذاری موفق باشه؟ مطمئنا نه. تو حقوق بین‌الملل، تو حقوق قراردادها، آره. ولی تو آب داره این اتفاق بعضا تأسف‌بار میفته. یعنی استعدادهای عظیم و واقعا مطرح ما که اون ور دنیا دارن، کشورهای مختلف مخصوصا آمریکا اینا رو داره جذب میکنه، اینا چه اتفاقی؟ اینا رو میریم مهندس آب میشن. یعنی مهندسی رودخونه رو میخونه، بهینه‌سازی میخونه، اپتیمایزیشن میخونه، روش‌های مختلف میخونه، بعد میگیم حالا تو بیا مشکل مثلا سیستان رو حل کن. حالا فقط بلد سد بزنه، فقط سدسازی به این یاد دادیم، فقط مهندسی رودخونه به این یاد دادیم، اصلا مدیریت آب به این یاد ندادیم. حکمرانی آب ما هنوز یک واحد درسی تو خیلی از دانشگاه مطرح و مادرمون هنوز نداریم. رشته دیپلماسی آب ما نداریم. متأسفانه این رشته 30 تا 35 سال تو کشورهای مختلف دنیا داره کار میشه. و این اتفاق تو دانشگاه‌های اون طرف چقدر رو مسائل ما کار میکنن؟ چون ما مثلا تو همین بحث مثلا هامون خب کم دیدیم که کارهایی مثلا خاص همین بحران سیستان که نشون در واقع ما دو تا برنامه راجبش رفتیم، خب کارهای دانشگاهی خیلی زیادی میشد راجب این انجام بشه. یا راجب همین درجه هامون ما، درجه ارومیه ما، بحث در واقع در طالبای مختلف ما که داره خشک میشه، همین گاوخونی زاینده رود ما کم میبینیم. یعنی شاید مثلا به تعداد انگشتان یک دست و دو دست هم نیستن که پایان نامه‌های راجب این مسائل اصلیمون باشه. اون طرف چطور هست؟ اون طرف بعد خدمتتون عرض کنم توی هلند بعضی از اساتید هستن، وقتی میرین توی صفحه دانشگاه اینا، وب پیج دانشگاهشون رو چک میکنید، تخصصش رو زده من هیرمند شناسم. هیرمند شناس؟ آره، یه هلندی تو هلند نشسته تخصصش هیرمنده، میگه من هیرمند کارم.
حالا من یه خاطره تأسف‌بار تعریف کنم. همین امسال من آمریکا بودم، کنفرانس آب و محیط زیست آمریکا، یه ارائه اونجا داشتم. یکی از عزیزان دانشجوی و بزرگواری رو من دیدم، ایشون واقعا یکی از نخبگان ما بود. ایشون از یکی از دانشگاه مطرح ایران تهران فارغ التحصیل شد و با معدل خیلی خوب فوق لیسانس، بعد خب تونسته بود اقدام کرده برای ادامه تحصیل در آمریکا و از اونجا بورسیه گرفت، از آمریکا بورسیه و گرانت گرفت، این جذبش کرده به مخاطبان قویش. بعدشون پرسیدم شما چه کاری انجام میدید؟ صحبت کرد و من در این زمینه‌ها دارم کار میکنم. بعد از من پرسید خب تخصص شما چیه، شما روی چی کار میکنید؟ من گفتم آره من روی دیپلماسی و سیاستگذاری آب کار میکنم، یه مطالعه موردی هم یه بخشش هیرمنده. بعد از من پرسید که هیرمند کجاست؟ هیرمند همونی که تو کارونه. من خیلی تأسف خوردم که چرا کارشناس ارشد تربیت شده بهترین دانشگاه‌های مادر ما در تهران هنوز نمیدونه هیرمند ما کجا قرار داره، در حالی که یه استاد هلندی تو هلند ادعا میکنه من هیرمند کارم. این سیستم آموزشی ما مشکل داره. یه استاد هلندی هست آقای پروفسور اوستروم، این استادی از اساتید مطرح آب زیرزمینی دنیاست. ایشون یه ارائه داشتش در دانشگاه در مورد ایران. جالبه بدون آماری که تو ایران داریم ما، ایشون تو ارائهش گفتش که طول قنات‌هایی که توی ایران حفر شده، جالبه بدونید کل، حالا من حتی پاورپوینتش هم وجود داره، کل قنات‌هایی که تو ایران حفر شده طولش 97% فاصله زمین تا کره ماه. 97% تقریبا به اندازه فاصله زمین تا کره ماه ما قنات داشتیم. بله دقیقاً، یعنی آب از یه منطقه با آب زیرزمینی رو بدون پمپ، بدون تبعات زیست محیطی، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدی، این میشه حکمرانی. بعد نگاه کنیم ما تو منطقه اشاره کردم تبخیرمون بالاست، ما اومدیم سد زدیم آبو گذاشتیم توی دریاچه، تبخیر کردیم فرستادیم بالا. استانی ما میدونست که منطقه خشکه، آبو باید از زیر زمین منتقل کنه، اونم نه با پمپ، نه با هزینه‌های کلان، با قنات. ایشون تخصصش قنات‌های ایرانه. واقعا تو مهندسی و مدیریت آب تو قرن‌های گذشته شاید سرآمد دنیا بودیم. اصلا ایرانی‌ها رو تو دنیا به مدیریت منابع آبشون میشناختن و شناخته شدن. بحث آب که پیش میاد، مدیریت آب، یکی از کسایی که همیشه مطرح میشن ایرانی‌ها هستن. ما ان شاءالله برنامه سوممون میگم حالا هفته آینده، موضوع آینده رود هفته سوم راجع به همین مدیریت بومی آب که ما در گذشته چه می‌کردیم و درس‌های اون برای امروزمون چی هست، با حضور اساتید بسیار خوب و مجرب دانشگاه ان شاءالله بحث رو باز می‌کنیم. این استاد جناب مقصد، من بعد این آقای پروفسور من دیدم توی دانشگاه صحبتی داشتیم، 1.5 ساعت با هم دیگه صحبت کردیم سر اینکه خب ایران الان چه وضعیه و متأسفانه چه نگاه‌هایی. به شدت شاکی بود از این نگاه‌های توسعه‌های بی‌ضابطه در ایران. ایشون هم حتی شاکی بود. جالبه که دلسوزی‌هایی که سفر کرده بودن به ایران. بله سفر روابط خوبی با برخی از اساتید ما دارن. میدونیم ما مرکز بین قنات رو داریم، بهشون ارتباطات خوبی با برخی اساتید و بزرگواران تو استان یزد دارن و خب شناخت خیلی خوبی دارن. ما حتی اونجا پروژه‌های متعددی داره به صورت پایانه توسط اساتید هلندی کار میشه در مورد حل مشکلات آبی ایران. ایشون با من صحبت می‌کرد. باور نمی‌کنید بغض تو چشاش جمع، تو گلوش گرفته بود، اشک تو چشای این بغض جمع شده. بعد به من آخر کار میگفت حجت، میگفت اگر من جای شما ایرانی‌ها بودم، اگر من جای شما مصری‌ها بودم، من هلندی، افتخار دستم بلند می‌کردم، میگفتم این قنات‌هایی که 3000 سال پیش شماها پدران من زدن، این اهرام ثلاثه‌ای که مصری‌ها زدن، اینا 3000 سال پیش زدن، پس من خیلی میتونم کار عظیم تری بکنم. اینو با بغض و اشک توی چشام گفت افتخار کنید به این کاراتون. وقتی اجداد شما تونستن چنین کارهایی بکنن، مطمئن باشید شما هم میتونید. ولی به شرطی که ما نگاهمون از کپی برداری های غلط و نگاه صرفاً مهندسی خارج بشه، آب یک کالای اقتصادی نباشه، یه موهبت اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و سیاسی برامون باشه و مطالعات، همه مطالعات جوانه ببینیم، فقط به سود اقتصادیمون فکر نکنیم. سود اقتصادی کوتاه مدت، من اشاره کردم تو ارومیه صدر رو که زدیم فقط به سود اقتصادی کوتاه مدت فکر کردیم. الان 10 ها برابر اون هزینه رو حاضریم هزینه کنیم، 10 ها برابر اون سودهایی که به دست آوردیم هزینه کنیم که شاید ارومیه‌مون ان شاءالله روزی زنده بشه.
خیلی جالب بود این خاطراتی که دقیقا ما اون چیزی که داریم داشتیم و مدیریت بومیمون در حوزه ها متاسفانه فراموش کردیم و کمتر به اون توجه میکنیم که انشالله در آینده به اون خواهیم پرداخت. اما راجع به بحث دیپلماسی آب و هیدروپولیتیک آب هم که حالا شما به طور تخصصی در برنامه‌تون هم دارید کار میکنید، بحث‌های خیلی شیرین و جذابی هست راجع به وضعیت آب در دنیا که آقای میان آبادی لطف کردن ارائه رو دارن. اگر لطف کنید که ما این ارائه رو ببینیم. برای یک گزارشی هم آماده است قبل از اینکه وارد بحث هیدروپولیتیک آب بشیم. یک گزارشی از همدان گرفتن بچه‌ها از اطراف نیروگاه شهید مفتح همدان، در واقع اثرات همین صنعت هست و نیروگاه سازی در حوزه آب که متاسفانه حالا توجه نشده، نگاه در واقع تک بعدی که هر کی داره کار خودش رو میکنه که چه اثراتی گذاشته روی بخش‌های دیگه در همدان. این رو با هم ببینیم، در خدمتتون هستیم. اینجا شهرستان فامنین که سرسبزترین روستای اون قدیما فامنین بوده، بعد اسمش رو میخواستن خرمدشت بذارن. 50 تا که باغ دارم خوش شده. الان آب خوردنم ندارم ما دیگه. آبا کم شده یا پاش شده، اونم دیگه فایده نداره که. آبا خیلی کم شده وضعیتش. اینجا 6 اینچ آب داشتم من، الان 2 اینچ آب دارم. به ضلع جنوب شرقی نیروگاه شهید مفتح اومدیم، جایی که قبلا 30 حلقه چاه برای خنک کردن برج خنک کننده نیروگاه حفر شده بود و این همه این ترانس‌های این 30 حلقه چاه عمیق از بین رفتن و همشون رو جمع کردن و بردن داخل نیروگاه. روستامون 400 خانوار بوده، الان مونده 20 خانوار، همش کوش کردن رفتن. علتش هم این نیروگاه بوده، آب نبوده، چاهامون رو خشک کرده. الان برای دام هم آب نداریم. زراعتمون قبلا آبی بود، مثلا گندم میکاشتیم هکتاری 10 تن 8 تن 5 تن برداشت میکردیم، الان شده دم هکتاری 200 کیلو 300 کیلو، اونم دخل خرجش نمیاد. اثرش منطقه رو ویران کرده دیگه. الان همینجا که فیلم برداری می‌کنیم روستای خیرآباد دیگه، خود ما اینجا می‌نشستیم، همون گوسفند زمین فلان، الان تو حیاطنا کلا دیگه خالی شده. چند سال دیگه نرسیدیم خراب شدن دیگه. کلا 2 تا خانوار زندگی اینجا میکنن، اونها هم دیگه مجبورن ناچارن ماندن. یه قنات 50 هکتاری رو من داشت باغ، الان خوش شده خاطر این نیروگاه. آب نداریم دیگه. ما اینجا 23 هکتار زمین داشتیم، با 6 7 اینچ آب داشتیم، ما سرم کلا زیر کش می‌کاشتیم. الان 3 4 ساله که آبمان کم شده، این نیروگاه اینا رو زدن. هر سال که چاه می‌کردیم جوابگو نمیشه. تو هر سال نیم متر میره پایین. دو سال پیش دیگه تحت فشار کردیم دیگه، دیدیم آب غیر قابل جواب نمیده، به خاطر اون آب تحت فشار قرار دادیم. مثلا الان یه آبی هم که داریم، ما دارم مثلا 2 هکتار داریم، مثلا چی با قرقابی مثلا آب میدیم بهش. مثلا دیگه سرمایه نداریم که برای تحت فشار آبیاری کنیم. ما آمدیم باران مصنوعی کردیم، با اون یه خورده میچرخانیم. باز الان همین نزدیک اینجا که نشستیم لوله از این موتور آب میاد برای هندوانه میرن. فامنین یا کبوتر اکثر موتورا جمع شدن دیگه، برای خوردن ما پیدا نمیکنن. نه حمام میتونیم بریم، نه میتونیم ظرف بشوریم، نه میتونیم لباس بشوریم، هیچی. همش میمونیم میریم از جای دیگه با تانکر آب میاریم اینجا. خیلی اذیت میکشیم واقعا ما. خاطر این نیروگاه راضی ما مثلا برق نداشته باشیم و همه آب بیام مثلا کشاورزی، نه خودمون الان چند خانواده از اینجا درآمدمون میاد دیگه. خب آب دیگه به خاطر این نیروگاه اومد و نمیدونم کارخانه زدن این مرو، همه کشیدن آب رفتن دیگه. از قبلا که مثلا آب کنده بودیم، مثلا چامان کنده بود، اصلا 6 7 سال بود آب اصلا پایین نمیرفت. این نیروگاه که آمدن زدن آب سال به سال میره پایینا. بعضیا میگن که این نیروگاه باعث شده که این آب بره پایین و بعضیا میگن نه، این چاهایی که مثلا غیر مجازی نزدن اونا. ولی به نظر من جفتشون هم باعث شدن. نیروگاه چند کرد ای مردم هجوم آوردن. مثلا من 6 اینچ آب داشتم خودم،
دیدم نمیرسه مثلا رفتم یه قاچاق زدم. 5 نفر برادر بودیم ما، اینجا رو سیر میکرد. بعدن دیدیم آب کم شد، اونا رفتن جای دیگه چاه زدن سوار شدن. اونایی که چاهای غیر مجاز میکنن قانونی نیست که میان نزدیک هم چاها رو میکنن، چاهای زمین آب میکشن. بقیه اونایی که پروانه دارن مجاز هستن برای اونا اکثرش ضرر دیگه. دهات ما 17 تا چاه هست، 15 تاش قاچاقه، 2 تاش پروانه داره. ببین چند تا دهات هست اینجا، از این برابر کن ببین چند تا میشه دیگه. چاه قاچاق اینجا که پروانه ندارن 500 تا هم بیشترن. رودخانه‌های داشتیم میومد، اونا نمیاد. این روده اسمش قرچایه، چند سالیه که خشک شده دیگه آب نمیده. قبلا دبی آبش خیلی خیلی بالا بود، مشخصه اصلا از ارزش که وضعیتش چجوری بوده. از بقیه جا هم بیشتر خشکسالی شده اینجا، مثلا دور و رزن و اونورا بری اونجا باز آب هست، ولی اینجا واقعا خیلی آبش کم شده. حالا بیشترش هم شاید همون نیروگاه باشه، اونورا نیروگاه اینا نیستش. برخی از کارشناسان معتقدند که این نشست‌ها ناشی از برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های آب به خصوص توسط نیروگاه می‌باشد. مسئولین بارها و بارها متعهد شدند که شیوه استفاده از آب برای نیروگاه رو تغییر بدن، در حالی که هنوز این وعده محقق نشده. شبتون بخیر. تا این لحظه با برنامه ثریا دیدبانی برای پیشرفت ایران همراه هستید. یه نگاهی بندازیم با آمار نظرسنجی، البته سوال دوم برنامه‌های شما. تا به حال برای صرفه‌جویی در آب مصرفیتان اقدام کرده اید؟ به زرس قاطع همچنان 86.37% جواب دادن که بله و 13.63% جواب دادن که خیر. خیلی هم پیامک داریم در این زمینه که تاکید میکنن که نه تنها خودشون دارن رعایت میکنن بلکه همسایه‌هاشون یکیش تعبیرش بود که همسایه از دست من آسی شدن انقدر که بهشون گفتم که نشورید جلوی در خونه رو. چند تا پیامک بخونیم. سلام، خسته نباشید. مشکل کم آبی رو راحت میشه حل نمود به شرط اینکه بخوایم. با توصیه کردن به صرفه‌جویی و اصلاح روش کشاورزی حل نمیشه. حالا بخش اولش رو نمیدونم ولی برای با صرفه‌جوییش رو رعایت کرد. حوضچه‌های پرورش ماهی زیادی در حاشیه رودخانه کارون فاضلاب تصفیه نشدهشون رو وارد رودخونه میکنند و محیط زیست کاری نداره. با سلام، لازم به ذکر است که دولت در سیاست‌های خود هیچ توجهی به نظرسنجی یا صحبت‌های نخبه در رسانه ملی نمی‌کند. خب حالا اینو باید ببینیم. آیا مدیران باید سوء مدیریت خود را به گردن کشاورزی بیاندازند؟ آیا با تعطیلی کشاورزی فکری هم برای 15 میلیون خانواری که نانآورشان بیکار خواهد شد کرده اید؟ این گزارشی که داشتیم می‌دیدیم در مورد همدان، یکی از دوستانی که توی اون منطقه هست تعریف می‌کرد، میگفتش که اونجا سیر کاشته میشد در بعضی از سال‌ها، قیمت بسیار خوبی داشت. سال بعد همه رفتن سیر کاشتن، قیمت به شدت اومد پایین. همین مسئله در مورد سیب زمینی هم اتفاق افتاد. ما الگوی کشتمون رو اصلا در اون بحث حکمرانی دوباره باید ببینیم. شما باید در برنامه‌تون از مدیران کارشناسان متولی سدسازی هم دعوت می‌کردید. امیدوارم که یک طرفه در این بخش به قاضی نرفته باشیم بالاخره. سلام، خسته نباشید. من برای زمینم اقدام با آبیاری تحت فشار کردم ولی از سال 91 تسهیلاتی برای اجرا داده نشده تا امسال. الان بانک ها هم در زمینه ضمانت خیلی سختگیری میکنند، از ما سند شهری و ضمانت های آنچنانی میخواهند. مورد دیگه این که با سلام به شهردار محترم اطلاع بدید، شهردار محترم تهران اطلاع بدید قنات های تهران به خصوص در شمال شرق و غرب پر آب هستند و آب قابل شرب آن بهتر از چاه‌هایی است که زده شده. سلام، من نه تنها صرفه‌جویی میکنم بلکه همسایه‌ام از دست من به امان اومدن. چندین با جلوشون رو گرفتم که جلوی در منزلشون رو با آب شیر نشورن. خیلی خوبه اگه همچنان ما با همدیگه تذکر بدیم، منتها به یک لسانی که توهین برداشت نشه. بالاخره سلیقه‌ها تغییر کرده. سیاسیون رو رها کنید، میزگرد علمی برگزار کنید و راه حل عملی، علمی و کاربردی ارائه دهید. با کنایه به دولت‌های قبل و دولت سدساز و این حرفا فقط دوباره فرصت سوزی میکنید.
سلام، درسته در کشور بحران آب داریم ولی همه این بحران مربوط به مردم نمیشه، چون 80% مردم در مصرف آب صرفه‌جویی میکنن و خب آماری که ما هم داریم ما همین نشون میده. بیشتر هدر رفت مربوط به سازمان‌های دولتی و شبکه فرسوده آب شهری است و یک نکته هم خطوط دودی آب برای کشورهای همسایه کشیده نشده، کسی خبر نداره. ما خودمون برای مسائل روزمره دچار مشکل هستیم، اینو نمیدونیم، حالا باید بررسی بشه. سلام، بله ماشین نمیشونیم، فقط یه سطح آب میکنیم و کاسه درش قرار میدیم. برای حموم هم استخر هم نداریم و اسراف هم به هر زمان حروم میدونیم. سلام، هزاران میلیون وام گرفتن تصفیه نکردن، لااقل بدین کشاورز درد بیابی نکشن. خب فقط یک نکته برای 0930 این شماره تلفن رو در بین مخاطبینتون میتونید ذخیره بکنید، ما رو توی شبکه‌های اجتماعی که حالا قابل دسترسی هستن در روز مجاز هستن پیدا بکنید. برای ما میتونید فیلم هاتون ارسال بکنید، پویانماییاتون ارسال بکنید، آمارها، ارائه فوتوکلیپ ها، اطلاعاتی که دارید ارسال بکنید. فقط یه لطفی بکنید، یه نشونه، یک اسمی از خودتون داشته باشید که ما مثل این کلیپ مردمی که پخش شد بتونیم اسم شما رو زیرش بنویسیم که در حقیقت ارسال کننده اون پیغام کیست. برمیگردیم به برنامه، خدمت آقای مقصودی هستیم. با این نکته فقط با آقای میان‌آبادی بگم که آقای میان‌آبادی خیلی مردم از شما تشکر کردند و امیدوار بودن که این بحث ادامه پیدا بکنه. مدیران وزارت نیرو ما دعوت کرده بودیم برای این برنامه هم از 4-5 تا از مدیران محترم وزارت نیرو در حوزه آب که خب یک مأموریت کاری داشتن. تقریبا همه عزیزان، اکثر عزیزان در سفر بودن و قرار شد که ما هفته آینده در خدمت آقای محترم وزارت نیرو جناب آقای محمودی در برنامه باشیم. راجع به بحث سدسازی هم ما عرض کردیم که خود آقای وزیر هم در برنامه ما که حضور داشتن اعلام کردن که در واقع در سدسازی افراط کردیم، یه جاهای اشتباه بوده، اگرچه به هر حال سدهای ما مواهبی هم داشته در بخش‌هایی که لازم بوده کار به جای بوده، اما در این که افراط کردیم در سدسازی تقریبا همه متفق القول هستن. میگم من در خیلی جلسات کارشناسی هم که با مسئولین و کارشناسا صحبت می‌کردم، اونجا هم میگن که ما همه به این نتیجه رسیدیم که اشتباه کردیم. اون موقع اینقدر میدونستیم و اینقدر در واقع دانشمون بود و الان فهمیدیم که نه، اشتباه کردیم، افراط کردیم و میتونید اون هزینه ها رو جای دیگه ای کرد که مصرف کمتری داشته باشیم. یه نکته هم راجع به این در واقع نیروگاه شهید مفتح همدان که با هم دیدیم که به هر حال برای خنک کردن نیروگاه از آبهای چاه استفاده میشه و این سیرکوله نیست که این آب برگرده و در واقع بازچرخانی بشه، که متأسفانه خیلی از صنایع ما اینجوریه. مثالش هم این هست، این سیرکوله تو ما تو خودرو هم، خب خودرو خیلی داغ میشه دیگه، مردم دیدن به هر حال، اما شما میبینید شاید یک ماه مثلا خودرو یه لیوان آب هم نیاز نداشته باشه، یعنی چون این آب سیرکوله میشه و خودش خنک میکنه. ما متأسفانه واسه تو صنایعمون هم خیلی هاشون میتونن اینجوری باشن که آبی که میره توش سیرکوله بشه و دوباره خنک بشه، دوباره بیاد برگرده توی سیستم و خنک بکنه و این رها نشه توی محیط که محیط رو هم گرم میکنه. منتها خیلی از صنایع ما متأسفانه این سیستم رو ندارن و بازچرخانی نمی‌کنن آب رو در صنعت و باعث اسراف زیاد آب میشه و برداشت زیاد از چاه و یا روان آب‌های کشور. که حالا تو این مورد همدان که خود وزارت نیرو هم متولی شد در سال‌های گذشته، به جای اینکه ما این سیستم اینجوری شده، به جای اینکه ما کمک بکنیم که یک رقابتی در بهینه‌سازی استفاده از چاه‌های آب‌های زیرزمینی و آب انجام بشه، الان یک رقابت منفی اتفاق افتاده. کشاورزا میگن که ما مثلا قبلا با 2 تا چاه کارمون حل میشد، مثلا این چندین هکتار زمینمون انجام میشد. از وقتی که این نیروگاه زده شده و اونها مثلا در 15 تا چاه زدن دارن آب زیاد بالا میکشن، ما دیگه این چاه همون جواب نمیده. حالا ما هم رفتیم 4-5 تا چاه دیگه زدیم، یعنی یه رقابت منفی، اونور اونا چاه زدن، اینور اینا هی مصرف بیشتر. یعنی خود سیستم کاری کرده متاسفانه که مردم هم و نیروگاه به این رقابت افتادن که چاه بیشتر بزنیم، مردم و دولت. بله، این چیزیه که در حال متاسفانه حرکت به جای اینکه در سالهای گذشته وزارت نیرو بیاد خودش الگو باشه در استفاده بهینه، من الان 4-5 سال بحث اینه که میخوان این نیروگاه اصلاح بشه، سیستم خنک کنندش اصلاح بشه، ولی هنوز پروژه ها بله یه مستاقه که به هر حال چقدر ما خودمون میتونیم، مسئولین خودشون میتونن الگو باشن توی استفاده بهینه از آب. بحث دیپلماسی آب رو در واقع یک بحث خیلی مهم و جذاب آیه دکتر دارن، بس میان آبادی راجع به موضوع دیپلماسی آب و اینکه در دنیا چه خبره در حوزه آب و اینکه ایران نسبتش با این قضیه چی هست، این رو خواهش می‌کنم به طور جدی دنبال بکنید. خیلی جذابه. حالا ما گذاشتیم نیمه دوم برنامه چون اون بحث‌های مهمتری بود، بحث بحران آبمون. حالا
در خدمت آقای میان آبادی هستیم این موضوع رو که در دنیا در حوزه آب چه خبر هست و نقش ما این وسط چی هست. خواهش می‌کنم. فقط اگه اجازه بدید من دو نکته خیلی کوتاه اشاره کنم بعد وارد بحث دیپلماسی آب بشیم. این موردی که برای همدان اشاره کردید، رقابت بین مردم و دولت، یعنی کشاورز خود دولت رو رقیب خودش میدونه. تو زاینده رود کشاورز صنعت دولتی رو رقیب خودش میده. اینها همه برمیگرده به ریشه‌های حکمرانی. یعنی ما در سیستم حکمرانیمون مشکل داریم. به جای اینکه کشاورز ما احساس کنه دولت و سیستم حامی اونه، الان اون رو رقیب خودش میبینه و اینها میان بعد رویکردها و حکمرانی‌های ما اصلاح بشه تو این رو تدوین حکمرانی‌ها. اینا بحث زیاده. یه نکته خیلی کوچیکم بگم در مورد بحثی که ما در مورد سدسازی اشاره کردیم. ما خدای نکرده بحثمون تخریب و یا انتقاد بی‌منطق از دولت‌های قبل، سه دولت قبل نیست. بعد از جنگ سه دولتی که ما نگاهمون نگاه افراطی در برخی راهکارهای سازه‌ایه. تمام تلاشمون اینه که بگیم ما در سدسازی افراط کردیم، امیدواریم که نگاهمون عوض بشه، ولی الان دوباره داریم ادامه همون نگاه به یه شکل دیگه میشیم. این روی کرده به این خطر رو برای اون داریم گوشزد میکنیم که اون خطر یه بار دیگه به یه شکل دیگه ای داره اتفاق میفته و ما شاید دوباره 20 سال بگیم که اینجا هم باز کاش نمیرفتیم. اگر 10 سال پیش 24 سال پیش کسی میگفت که ما نمیدونستیم و همینقدر دانشمون بود، الان که دیگه میتونیم ادعا کنیم آقا قبل از اجرا داریم تمام این تذکرات رو میدیم. به این معنا نیست. یه نکته پایانی من سر بحث قبلی این که به این معنا صحبتمون نیست که بخوام مطلق سدسازی رد کنیم. حتی مطلق انتقال آبم رد نمیشه. بله ولی اینکه تمام راهکارا رو خلاصه کنیم در این مسئله و نشتی‌های عظیم آبیمون نبینیم و به این راهکارا به عنوان راهکار نهایی روی بیاریم مشکل داریم. ما تو سیستم حکمرانی آقای مقصودی نگاه کنید، من آمار رو که چک می‌کردم، حالا برمیگرده سیاست‌گذاری و چیز، در یکی از بودجه‌های سالانه‌ای که رفته بود، بودجه‌ای که دولت و مجلس تخصیص داده برای سدسازی چندین برابر یه بخش وزارت نیروی، چندین برابر کل بودجه جهاد کشاورزیمون بود. تو این نگاه‌های این اتفاقیه که افتاده بعد که الان این پرت 60% ما داریم توی شبکه‌های انتقال آب. یعنی اگه اون بودجه اینجوری بله این سیاست گذاری ما تمام تلاشمون درخواستمونه که نگاه‌هامون رو عوض کنیم، دیدگاه‌هامون رو باید عوض کنیم، رویکردامون رو عوض کنیم. کمبود آب همه جای دنیا هست، ولی بحث اصلا تو مطالب جدید تو بحث‌های هیدروپولیتیک و تنش‌های آبی دقیقاً الان یه گزارشی سازمان ملل کار کرده، جدیداً منتشر کرده به صورت بیانیه. کمبود آب بحران نیست. یعنی میگه کمبود آب به معنای بحران نیست. بحران کمبود آب معنی اون چیزی که ادعای دقیقاً گزارش بین‌المللی، اون چیزی که کمبود آب رو به بحران آب تبدیل می‌کند سوء مدیریت است. ولی ما داریم بعضی این سوء مدیریت رو همه رو میندازیم به گردن کمبود آب. توی مسائل باید دقت بکنن سیاست‌گذار عزیز ما. دقیقاً میشه تشبیه کرد مثل تحریم هیچ وقت بحران نیست. اون چیزی که تحریم رو به بحران تبدیل میکنه سوء مدیریت ما تو اقتصادمون داریم و اینکه نگاه به درون تو اقتصاد که رهبر انقلاب میفهمن اقتصاد دقیقاً اینجا هم همینه. یعنی ما اگر انتقال آبی بخواد توصیه بشه در آخرین مرحله اینکه شما همه جوانب مدیریت تقاضای داخل رو دیده باشی، درست کار کرده باشی. حالا دیگه اگر واقعا همه جوانب درست بود تو انتقال آب بررسی شد، حالا یه گزینه است تو آخرین گزینه ها، نه اینکه اولین گزینه تا بحران خوردیم خب 10 تا طرح انتقال آب یهو بیاد روی میز همه رسانه ها پر بشه. از خزر ببریم به مشهد، از خزر ببریم سمنان، از خزر ببریم به استان فلات مرکزی، از خزر ببریم ارومیه. این طرح رو می‌بینید یه دفعه همه این رویکردها رو می‌خوایم نقد کنیم، این رویکردها رو هشدار بدیم که ممکنه متساوی. خیلی خب بریم رو بحث بین‌الملل آب. بسیار جذابی هم هست. دیپلماسی آب یا واتر دیپلماسی بخوام بحث کنیم. ببینید حالا به خاطر رشد صنعتی و افزایش نیاز آبی، رقابت بر سر افزایش و بهره برداری از منابع مشترک تو دنیا افزایش پیدا کرده. جالب بدونید ما تقریبا میشه گفت 40% از جمعیت کره زمین بالغ بر حدود فکر میکنم 50% مساحت کره زمین، بیشتر از 50% در مناطقی زندگی میکنن که آبشون به منابع مشترک آبی بین‌المللی وابسته است. یعنی یه رودخونه مشترک آبی. توی نقشه هم شما میبینید که در قاره‌های مختلف رودخانه‌ها و حوضه‌های آبریز مشترک بین کشورهای مختلف اینا جاهایی هستن که حوزه مشترک دارن. بله، منابع آبی مشترک بین چندین کشور. یعنی مسائل بین‌الملل آب براشون موضوعیت داره. دیپلماسی آب موضوعیت داره در این قضیه که خب جای تأمل خیلی جدیده.
در اسلاید بعدی جالبه تو این تعداد، حالا بخوام تعداد، ما 276 حوزه آبریز بین‌المللی داریم که شامل 263 رودخانه بین‌المللی مشترکه، 400 نزدیک به 450 حوزه آبریز آبخانه مشترک داریم و 1600 تا دریاچه مشترک که اینها بین نزدیک به 150 کشور دنیا مشترک میشه و دیپلماسی‌ها نزدیک به 35 تا 40 ساله که دنیا مطرح شده سر بهره برداری و تعاملات سازنده در این منابع مشترک آبی. تو این اسناد حوزه آبریز مشترک رو می‌بینید تو آفریقا که می‌بینید حجم مساحت خیلی زیادی از آفریقا رو این حوزه آبریز پوشش دادن. تو اسلاید بعدیمون دقیقاً آسیا رو می‌بینید، حوزه آبریز مشترک در آسیا که حالا وارد بحث کشورمون میشیم که ما در کشورمون چه وضعی داریم. در بحث این منابع آبی مشترکی هستند که حالا یا رودخانه یا منابع زیرزمینی با هم دیگه اشتراک دارن و مسائل حقوق بین‌المللشون مطرح هست. حقوق بین‌الملل و مسائل سیاسی و دیپلماسی آب اینها به شدت پررنگه به نام هیدروپولیتیک یا دیپلماسی آبی که داشتیم. این حوزه آبریز مشترک در اروپا است که می‌بینید که خب چقدر مساحت عظیمی از اروپا رو به خودش اختصاص داده. بحث آمریکای شمالی رو می‌بینید که خب تنش‌هایی دارن کشورهای آمریکای شمالی، از جمله آمریکا با کانادا مشکل و تنش‌های شدید آبی دارن سر منابع مشترکشون. از اون طرف در جنوب آمریکا با مکزیک سر منابع هم کمی هم کیفی درگیری‌ها و تنش‌هایی هست، همونجور که همه جای دنیا هستش، نه تنها که اتفاقی. تو حوزه آمریکای جنوبی هم می‌بینید که اینها هم باز درگیر تنش‌های آبی هستن، همچون آسیا، همچون بعضاً آفریقا و تنش‌های آبی سر این منابع آبی مشترک داره رخ میده. اما اون چیزی که سبب چالش‌های سیاسی تو بحث برداری از این منابع آبی مشترک میشه دقیقاً این مسئله است که حالا بعضاً تعبیر میکنن به جنگ آب. بحث جنگ آب خیلی مطرحه تو فضای رسانه‌ای که مثلا جنگ‌های آینده به این سمت میره. دقیقاً حالا ببینم خواهیم رسید جناب مقصودی. آره چه چیزی باعث این تنش‌های سیاسی میشه؟ تفنگ شده دیگه لوله. بله این شیر آبیه که به عنوان اسلحه و تفنگ و جنگ آبی که اتفاق خواهد افتاد که حالا سر این اتفاق ان شاءالله نخواهد افتاد. ولی ادعا میشه که آره. اون چیزی که واسه این چالش‌های سیاسی میشه اینه که کشورهای بالادست که قدرت دارن روی آب، اینا از آب برای به دست آوردن قدرت استفاده میکنن. از اون طرف کشورهای پایین دست از قدرت برای به دست آوردن آب استفاده میکنن. این تنش ها باعث برای به دست آوردن آب و استفاده از آب به عنوان یک ابزار سیاسی به شدت دیپلماسی ها الان مطرحه و آب یک کالای همون نقد کردم اقتصادی نیست، موهبتی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی است و حتی زیست محیطی. این سبب چالش‌های زیست محیطی میشه. اما سر تنش‌های جنگ آب ادعایی که شده، ادعا مربوط به اخیر نیست. تقریبا میشه گفت که انور سادات رئیس جمهور مصر سال 1979 ادعا میکنه که مصر تنها حالتی که دیگه بعداً درگیر جنگ خواهد شد مسئله جنگ آبه. آقای پتروس خالی دبیرکل سابق سازمان ملل سال 1985 ادعا میکنه جنگ بعد در خاورمیانه جنگ آبه نه سیاست. آقای دکتر سراج الدین معاون رئیس کل بانک جهانی سال 1995 ادعا میکنه که دیگه جنگ بر سر آب بر سر نفت اگر هست جنگ‌های بعدی بر سر آبه. خود آقای کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل ایشون هم سال 2001 ادعا میکنه که رقابت شدید بر سر آب یه عامل درگیری و جنگ در آینده خواهد بود. گرچه ایشون سال 2002 نظرش اصلاح میکنه و میگه که آب بیشتر از این که میتونه عامل جنگ باشه میتونه عامل همکاری ها هم باشه. و اخیراً آقای نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق سال 2012 اعلام کرد در یه سخنرانی رسمیش که اگر یه اقدام سریع صورت نگیره برای رفع مشکلات آبی و بحران آب به مخصوص حکمرانی منابع آبی مشترک ممکنه کشور عربی بر سر این موضوع به جنگ کشیده بشن. این دیدگاه‌های سیاستمدارهای دنیاست. اهمیت موضوع رو نشون میده. بله دقیقاً. حالا این آب این که آیا میتونه باعث جنگ آب بشه یه بحثه که سیاستمدارها بر اون تاکید دارن. ولی قاطبه علمی دنیا به این میگه آب بیشتر از این که میتونه عامل جنگ باشه در کنار میتونه عامل همکاری‌های بین‌الملل باشه. آب ما تنها مایه جنگ نیست. چرا از ظرفیت همکاریش استفاده نکنیم؟ نگاه کنید یکی از نمادهای همکاری ایران و ترکمنستان همکاری آبی و سد دوستیه.
یعنی به نماد یعنی به نماد همکاری و روابط مشترک دو تا کشور تبدیل شده. ما مثلا بوتان و هند و خیلی از کشورهای دیگه، یعنی در کنار تنش هایی که ممکنه ایجاد بشه بر سر آب، جامعه علمی دنیا داره تلاش میکنه که اینو ببره سمت همکاری های آبی تا جهان. گرچه خب سیاستمدارا ادعای دیگه ای دارن. توی حالا در بحث حوزه‌های آبریز دنیا که اشاره کردیم، تقریبا بین این 276 تا حوزه 5 تا حوزه آبریز پرتنش‌ترین حوزه‌های آبریز دنیا از مسائل سیاسی. اولین حوزه آبریز رودخونه اردنه که بخش عظیمی از اون توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی اشغال شده و تنش خیلی شدیدی دارن با فلسطینی‌ها و اردنی‌ها. چون خود اسرائیل مشکل آبی جدی ظاهراً داره، درسته؟ بیش از این که درگیر جنگ اگر نگیم بیشتر درگیر جنگ خاک بشه، درگیر جنگ آبه این کشور. مشکل به شدت آبی داره این کشور و ناامنی شدید آبی، بحران‌های خیلی شدید داره. حوزه آبریز بعدی حوزه آبریز نیله که بین تو آفریقا قرار داره، بین 11 کشور مشترکه و تنش‌های سیاسی شدیدی دارن و آقای انورسادات اشاره کردن که چه اشاره‌ای داشت سر این قضیه جنگ آب. حوزه آبریز بعدی ما حوزه آبریز دجله و فراته. دجله و فرات اینا در واقع حوزه‌هاییه که پرتنش‌ترین حوزه‌های آبی دنیا است که مشترک هستن. حوزه آبریز دجله و فرات بین ترکیه، سوریه و عراق و بخشی از ایرانه. بیشترین تنش‌ها بین ترکیه، سوریه و عراقه. حتی زمانی که سوریه می‌خواست سد الثوره را بسازه، در زمان صدام به تنش‌های نظامی کشیده شد. عراق نیروهای نظامیشو تا مرز سوریه برد و دو تا کشور حالت آماده‌اش پیدا کردن که با میانجیگری دو تا کشور رفع شد. ترکیه و سوریه الان مشکل آبی دارن تنش. به چه خاطره؟ چون ترکیه یه پروژه اجرا کرده تو نام پروژه گپ آناتولی. تقریبا سدایی که احداث کرده 2 برابر ظرفیته، یعنی از آب داره به عنوان ابزار سیاسی برای کنترل کشور عراق و سوریه استفاده میکنه. الان میبینید تروریستای داعش هم که بخشی از عراق اشغال کردن، اولین جایی که دست میزنن سدهای عراقه. مثلا سد موصل یکی از بزرگترین سدهاست. از دیپلماسی این آب کنار منابع نفتی و اینها که میگیرن این طرف هم آب فشار فشار جدی داره. حالا اینجا باز بخشی از خاک ما هم درگیره به عراق، یکی از حوزه‌های پرتنش هستش که به تنش کشیده. حوزه بعدی دریاچه آراله که بین 5 تا کشور افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و بخشی از ازبکستان و بخشی از ایران هم مشترکه. برخی از کارشناسای بین‌المللی مدعی‌اند هیچ نقطه‌ای در دنیا به اندازه حوزه آرال پرتنش و استعداد و پتانسیل درگیری و تنش و جنگ آب نخواهد داشت. یه حوزه به شدت پرتنشه. من برخی آمارا رو بگم شاید جالب باشه. تو این حوزه خب کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان بالادست حوزه‌اند. بیشتر از این آب از افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان تشکیل شده. 85% آب رودخونه از تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه میگیره، در حالی که این کشورها فقط 15% استفاده میکنن. از اون طرف دیگه ازبکستان به عنوان یک کشور قدرتمند سیاسی کمترین مشارکت تو تامین آب رودخونه داره، ولی به خاطر فشارهای سیاسی و ابزار سیاسی که استفاده میکنه بیش از 75 تا 80% آب داره این کشور. اینجا زور پایین دستی‌ها به بالا دستی‌ها رسیده. آره. اون زور سیاسی چربیده. تو ترکیه بالا دست چربیده بود، ولی اینجوری نیست که هر کی بالا دست باشه بتونه فشار بیاره. اینجا به زور سیاسی هم به زور سیاسی کامل به زور سیاسی داره. حتی تاجیکستان یک قرقیزستان اگه اشتباه نکنم سال 1993 اقدام کرد به یه ساخت سد تو کشور خودش. برای اولین بار باعث شد روابط ازبکستان و قرقیزستان به تنش‌های سیاسی کشیده شد. به خاطر ساخت این سد ازبکستان صادرات گازش رو قطع کرد. از 1993 تا 1996 روابط این دو تا کشور به خاطر این ساخت این سد تیره شد. حالا ما جالبه از همین حوزه پرتنش هم می‌خوایم آره دقیقاً همین است. وقتی ما میگیم آب کالای سیاسی ما می‌خوایم از این حوزه برداریم بیاریم. حالا تو این حوزه پرتنش چجوریه؟ سیاسی و امنیتی که ممکنه باشه به خاطر همینه دیگه. این اتفاقات معلوم نیست کشورهای دیگه چه موضعی بگیرن. حالا اصلا ازبکستان اجازه بده تاجیکستان چنین کاری بکنه. تبعات سیاسیشو دیدیم. وقتی که گازشو قطع میکنه به این معنی نیست که اون بتونه راحت بگه من آبامو میفروشم. حالا هزینه‌های اقتصادیش بکنه. بعد ما این همه بکنیم تونل رو اجرا بکنیم بعد 10 سال بعد 20 سال اصلا فشار بیاره ازبکستان و کشورهای عربی که شما این کارو نباید بکنید. از اون طرف دیگه ترکمنستان یک کشوری که تو این حوزه اصطلاحاً میگن این کشور هم هیدروهژمونی داره، یعنی تسلط آبی داره. این تسلط آبی و زورگیری میگن هیدروهژمونی.
مثلا کشورهایی که الان هیدرو هژمونی دارن یعنی زورگویی آبی میکنن، خب تقریبا مشخصن شناخته شدن. یکی رژیم صهیونیستیه، یکی دیگه ترکیه است، یکی دیگه خدمت شما عرض کنم مصر، یکی دیگه ازبکستانه. اینها کشورها تو حوزه آبریز خودشون زورگویی آره هیدرو هژمونی، آره به اصطلاح همون تعریف عامیانه یه زورگویی مثلا تسلط سیاسی اقتصادی دارن که زورگویی آب میکنن. که مثلا توی نیل شما جالب بدونید تا قبل از تا زمانی که حسنی مبارک بود و به خاطر حمایت شدید غرب از ایشون کمتر از 5% نیل تو مصر سرچشمه میگیره و جالب بدونید که بیش از 95% نیل رو مصر مصرف میکنه. مثلا نماد مصر هم شده بود دیگه. آره یعنی چرا؟ چون اگر این کشورها می‌خواستن برن از بانک‌های جهانی وام بگیرن بهشون وام داده نمیشه. یعنی دیپلماسی آب اینها همه، یعنی ما باید اینا رو بدونیم. اگه می‌خوام از یه حوزه از خارج از کشور آب بیاریم باید بدونیم دور و برمون چه خبره، چه وضعیتی داریم. حالا تو همین حوزه دقت کنید مقصودی ترکمنستان رو داریم، ما همسایه ماست. ترکمنستان یک کشوریه که 100% آب این کشور از خارج از کشور وارد میشه. یعنی کاملا پایین دسته برای پایین دسته آره. یعنی تمام آب این کشور از خارج از کشور میشه. از اون طرف یعنی افغانستان تو هیدروپولیتیکش 5 تا حوزه آبریز اصلی داره، تمام آب این کشور از این کشور خارج میشه. نام پیچیدگی هاست که ما باید در نظر بگیریم. ترکمنستان به شدت مخالف نمیذاره آب تاجیکستان مصرف بشه. ازبکستان از این طرف، ما الان خودمون با ترکمنستان 2 تا مرز مشترک آبی داریم، یکی اترک یکی هریرود. با افغانستان 2 تا مرز مشترک آبی داریم، یکی هریرود یکی هیرمند. اینها همه دیپلماسی های آب ما. که چالش‌هایی هم داریم دیگه. ما واسه مستند سیستان نشون دادیم که این برای گرفتن حق آبمون هر سال مشکل داریم. بعد چقدر دیپلماسی میتونه به کمک این بیاد؟ بله دیپلماسی آبمون باید این تنش‌هایی که خب به لطف خدا داره به همکاری‌های آبی خیلی خوبی داره منجر میشه، این تنش‌های محتمل رو تبدیل کنه. یعنی ما نیاز داریم به رشته دیپلماسی آب، ما نیاز داریم. ما داریم توی دانشگاهمون اصلا نه متاسفانه نداریم، اصلا نداریم. تو رشته‌های منابع آبی اصلا چیزی به نام دیپلم، اصلا یه واحد رشتهش که یه واحد درسیش هم نداریم. که حالا میگم نزدیک به 35 تا 40 سال. حالا بریم جایگاه ایران رو ببینیم اصلا ببینید چقدر حالا مهمه. این وضعیت خدمت شما عرض کنم حوزه اطراف ما بود. حالا ببینید حوزه پنجم حوزه مکونگ که تو آسیای جنوبی شرقیه، اینم خب یه حوزه پرتنش بین چین و کشورهای ساحلی میانمار و کامبوج و اینهاست که خب حالا به ما زیاد ارتباطی نداره. اما بریم روی دیپلماسی آب ایران و هیدروپولیتیک ایران، ببینیم تو ایران چه خبره. ببینید ما ایران از نظر وضعیت آبی جالب بدونید ما 15 همسایه داریم. بعد از روسیه و چین ادامه میشه ما سومین کشور دنیاییم از نظر تعداد همسایه. و نه جالبه که بدونید ما با تمام همسایه‌مون مرز آبی داریم. با تمام 15 کشور. با تمام 15 کشور. یه هیدروپولیتیک خیلی خاص داریم. خب 15 همسایه، سومین کشور در نظر و جالب اینه که بقیه کشورها اینجوری نیستن. ما با تمام همسایه‌مون مرز مشترک آبی داریم که اینجا بخش از نقشه حوزه آبی مشترکشو می‌بینید. اما اون چیزی که هیدروپولیتیک ایران پیچیده‌تر می‌کنه. ما 2-3 دقیقه وقت داریم. من خیلی سریع‌تر میگم بله. که حیف نشه. ما خدمت عرض کنم ما از این طرف از غربمون به حوزه پرتنش دجله و فرات متصلیم، از شرقمون به حوزه پرتنش آمودریا. یعنی 2 تا حوزه پرتنش آب دنیا دقیقاً تو شرق غرب ماست و به شدت وابسته ایم. از اون طرف تو همسایگی هامون ما تو همسایگی تو شرقمون افغانستان رو داریم با یه ناامنی و خدمت شما عرض کنم که نیاز آبی شدید، از اونم عراق با یه ناامنی سیاسی نظامی و وابستگی شدید آبی. بریم به اسم اینا همه باعث میشه خب از طرف این تازه رودخانه مشترک ما بود. ما منابع آبی زیرزمینی مشترک هم داریم، هم تو شمال شرق کشورمون هم تو شمال غرب کشورمون که آب داره. حالا منابع آبی مشترک داریم. تمام از زیر زمین در حال خارج میشه یا حالا خیلی مفصلیه که حالا روی هیدروپولیتیک من فقط میخوام هیدروپولیتیک ایران خیلی خلاصه بگم. هیدروپولیتیک حالا من با این شرایط پیچیده‌ای که داریم ما یکی از ادعا میکنم به جد و به زرسقاده ادعا میکنم ما یکی از خاص‌ترین هیدروپولیتیک های دنیا رو داریم. و متاسفانه با توجه به این خاص‌ترین رشته دانشگاهی است، رشته دانشگاهی است که سهله. باید مسئولین ما نگاه دیپلماسی آب داشته باشن. نگاه وزارت خارجه ما باید کشورهای دیگه چجوریه؟ چقدر روی این رشته کار کردن؟ شما تو هم هلندم که هستین. این جالبه الان آمارش رو نگاه کنید. این تعداد اگه اسلاید بعدی نشون بدن، حالا این وضعیت هلند از نظر دیپلماسی خیلی خیلی ساده تر از ماست. اصلا به این بحران رو نداره. یعنی این تعداد سازمان‌ها و نهادها و دانشگاهی هستن که درگیر دیپلماسی آب هلندن.
این همه تعداد، این همه مجموعه تو هلندی که بله حساس نیست برای بحث دیپلماسی آب، این همه مجموعه است، اما اینقدر مجموعه دارن تو این حوزه کار میکنن. آره، ولی در کشور ما خب متأسفانه یه دفتر کمیته رودخانه مرزی داره وزارت نیرو که به یه مجموعه واقعا پرتلاش و خدوم و زحمتکش که تمام این بار این چند نفر نیروی پر زحمت کش و که با اخلاص دارن میکشن و بله ما صحبت کردیم خیلی هم واقعا بله و جا داره وزارت نیرو، مسئولین ما، دولت محترم، مجلس محترم و خصوص وزارت خارجه به بحث دیپلماسی آب با توجه به بحران شدید آبون به معنای واقعی نگاه کنه و توجه کنه. و من یه مطلب نهایی بگم بعد با این حساب ما تو شرق کشورمون به شدت بحران آب داریم جناب مقصودی و رودخانه حریر رود هم میدونید افغانستان خب سد سلما افتتاح میشه و سد دوستی ما داره با مشکل میخوره. بعد خب این رودخانه ما منابع آبی مشترکی نداریم، قرارداد همکاری مشترک بین سه تا کشور نداریم. سه تا کشور دوست، همسایه و همزبان هستیم بعضن و همکش و هم آیین هستیم. جا داره دستگاه دیپلماسی ما وارد بشه، مسئولین ما وارد بشن، بحث همکاری آبی و قراردادهای آبی و حقابه، چون طبق قوانین بین‌المللی، کنوانسیون 1997 سازمان ملل و قانون برلین 2004 ما از این رودخانه حقابه داریم. میگم خیلی لطف کردیم، خیلی استفاده کردیم، ان شاءالله بعدا هم بتونیم در خدمتتون باشیم، حالا بعد از اینکه برگشتید ایران ان شاءالله بیشتر استفاده بکنیم. آقای طاهری در خدمت شما هستیم. من از حضور مردم عزیزمون خداحافظی می‌کنم به همراه مهمون عزیزمون. در خدمت آقای طاهری هستم. بزرگوارید همچنان نتایج نظرسنجی هم 86.28% و 13.72% یکسان موند. کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات، دست ما را برساند به دعای عرفات. موسی من تو به دنبال کدامین خضری، گوشه چشم تو ابری است پر از آب حیات. تا دیدار دیگر التماس دعا، بدرود و 200.